ما با به هر حال جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست از موضع برابر و اگر طرف مقابل هم از همین موضع وارد شده باشه انشالله شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی بشه وجود خواهد. اولین دیدار هست و در این دیدار خیلی از مسائل اولیه و اصولی روشن خواهد شد. از جمله اگر اراده کافی در طرفین وجود داشته باشه ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم میگیریم. اون چه که الان روشن هست این که مذاکرات غیر مستقیمه و از نظر ما فقط در موضوع هسته‌ای هست و با اراده لازم برای حصول به یک توافقی که از موضع برابر باشه و منجر به تأمین منافع ملی مردم ایران بشه صورت خواهد گرفت.